بنا به آخرین خبرهای رسیده از مرز تاجیکستان و قرقیزستان وضع در بین اسفرای و بودکن در پی سلسله مناقشه های خونین روز 14 سپتامبر سال 2022 رو به آرامی آورده است. ساکنان دهه های مرزی اسفره به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که شب گذشته و صبح 15 سپتامبر از طرف مرز دیگر صدای تیرپرانی به گوش نمی رسید و طور درها دیده می شود جانبها تکنیک حربی و نیروهای علاوگی به مرز فرستادهشان را پس کشیده ایستادند و مردم نیز در هر دو طرف مرز بنا به مشاهده ها آرامانه دنبال کار و بار خود شدند. جانب تاجیکستان دیگر رسما درباره وضع در مرز یگان اظهارات نو نداده است، ولی خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان صبح 15 سپتامبر گفت شب گذشته قشون‌های مرزبانی دو کشور تکنیک حربی و نیروهای علاوگی به مرز فرستادهشان را پورا پس کشیدند. بنا به این منبع وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نسبتاً آرام شده است و شب گذشته در این مرز یگان حادثه فوق‌العاده رخ نداده است. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت بودکن نیز با نشر چند عکس از مناطق مرز خبر داد که وضع در این ولایت هم مرز با تاجیکستان در طول شب گذشته در عموم آرام بود و ترتیبات را در دهه‌های نزد مرزی گروه‌های مشترک دیدبانی میلیس دو کشور نظارت می‌کردند. این نهاد گفت کارمندان میلیس در بین اهالی کارهای فرماندهی نیز برده ایستادند. روز 14 سپتامبر در سه زدخورد مسلحانه بین مرزبانان تاجیک و قرقیز در سه موضع مرز اسفره با بودکن دو مرزبان تاجیک کشته شده، از طرف تاجیکستان با 11 نفر دیگر جراحت برداشتند. قرقیزستان خبر داد که از طرف آنها 5 نفر از جمله دو مرزبان و 3 ساکن محلی با شمول یک کودک 11 ساله جراحت برداشتند. هر دو جانب یکدیگر را در شروع تیرپرانی ها عیبدار میکنند.